سلام به همه دوستای عزیز، خسته نباشین. خوش اومدین به سومین جلسه از ورکشاپ اینتریور 2. خب در جلسات قبل ما کابینت رو تا حدودی مدل کردیم و تقریبا به آخرش یعنی در واقع به اتمامش رسوندیم و حالا مدل سازی دیوارها و جزئیات دیگه کار در جلسه اول انجام شده بود. در این جلسه به جزئیات بیشتر برای آشپزخونه میپردازیم و در نهایت تیوی وال و اگر که فرصت شد به مدل سازی دیوارهامون میپردازیم. قبل از هر چیز من میخوام یک آبجکت برای درب ضد سرقت ورودی اصلی انتخاب بکنم. مثلا این آبجکت میتونه مناسب باشه. تمام آبجکت ها رو در کانال تلگرامی که در دیسکریپشن هست براتون قرار دادم و میتونید استفاده بکنید. میچرخونم 90 درجه و در جای درستش قرار میدم. به این صورت حالا ایزوله میکنم که دیوار رو بتونم برش بدم. یه ادیت پولی جدید بهش نسبت میدم. با استفاده از ابزار اسلایس پلین 90 درجه میچرخونم و برش های خودم رو ایجاد میکنم. بله، نکته اینجاست که آبجکت دری که ما وارد کردیم گروپ نشده. باید آبجکت رو اول گروپ کنیم و بعد ادامه کار رو انجامش بدیم. خب همه اینا رو انتخاب میکنم با استفاده از اسلایس پلین و جاش رو تنظیم میکنم که برش هامو ایجاد بکنم. مثلا اینجا اسلایس میزنم و اینجا اسلایس. حالا میچرخونم دوباره 90 درجه و در یک نمای دیگه کار رو ادامه میدم. اینجا هم میتونم یک اسلایس داشته باشم یا حتی مثلا اینجا. حالا بعداً با استفاده از ورتکس ها میشه اینو کنترلش کرد و تغییر داد. بریج میزنم و تقریبا اوکیه. حالا یه مقدار در بزرگتر از لحاظ ضخامتش بیشتره ولی مشکلی ایجاد نمیکنه برای ما، چون ما نمای داخلیش برامون اهمیت داره بیشتر. و به این صورت خب این پلیگان های اضافه رو هم دیلیت میکنم. بریم سراغ آشپزخونه. خب قبل از هر چیز من آبجکت در رو هم با همه اینایی که باش ایمپورت شدم در یک لایه جدید به اسم لیوینگ روم قرار میدم، یا حتی میتونه توی لایه دیوارهامون قرار بگیره، بهتره. آره. خب برمیگردم به لایه کیچن. قبل از هر چیز من این جزیره رو فعلا در لایه اکسترا قرار میدم که هاید بشه، چون فعلا نیازی بهش نداریم. خب برای جزئیات بیشتر یکی از نکاتی که خیلی مهمه، این لبه های صفحه ما باید شبیه واقعیت یه مقدار کرو بشه. یه مقدار گوشه تیز نباید داشته باشه. معمولا برای این کار با استفاده از اج های این آبجکت و گزینه چمفر این کار رو میتونم خیلی راحت انجام بدم. 1 سانت بهش چمفر میدم و این عدد رو هم روی 3 یا 4 میتونم قرارش بدم. خب بهتر شد. میتونستم این کار رو با استفاده از یک
ادیت پلی دیگه هم انجام بدم که اینطوری بهتره. چمفر 1 سانتی متر و فکر میکنم چمفر قبلی رو اوکی کرد. بله، ادیت پلی عدد 2 رو میزنم که در حالت اج قرار بگیرم، 1 سانتی متر و روی 3 قرارش میدم. خوبه؟ طبیعی تر نشون میده کار رو. و حالا 2 تا در هم قرار بود برای اینجا درست بکنیم. پلین و با استفاده از کارهایی که در جلسه قبل انجام دادیم میتونیم خیلی راحت این رو ایجادش کنیم. 95 سانتی متر، تقریبا 47 و نیم میشه فکر میکنم. بله، در 65 با استفاده از پلاگین کابینت جنریتور میتونم خیلی راحت انجام بدم. 65 47 و نیم کانورت و آلتو ای رو میزنم که الاین بشه با پلینی که ایجاد کردیم. از ایزوله خارج میشم و دوباره آلتو ای رو میزنم از محور ایگرگ این بار با یکی از این درها که در یک راستا قرار بگیرن. پلینم رو دلیت میکنم و در محور X جای درم رو درست میکنم و یک کپی از حالت اینستنس به همین سادگی. خب اینم یک آبجکت اضافه هستش یه جورایی، من اینو دلیتش کنم، نیازی بهش نداریم. و حالا میرسیم به مدل سازی تاج و حالا این قسمتی که اینجا باید قرار بگیره. برای این کار ما میتونیم به 2 روش این رو انجام بدیم. اول اینکه خودمون به صورت لاین و دستی سطح مقطعش رو رسم بکنیم و با استفاده از مودیفایر سویپ این کار رو انجام بدیم که من حالا توضیحاتش رو نمیدم دیگه، خودتون میتونید برید تست کنید. و اما روش دوم استفاده از پلاگین سویپ پروفایل هست که یک سری مدل های آماده برای ما قرار داده و ما میتونیم با رسم کردن یک لاین از این مدل ها استفاده بکنیم. میبینیم که خودش بهش کاملا نسبت میده و این پلاگین هم از همون در واقع مودیفایر سویپ استفاده کرده، یعنی تفاوتی نداره، فقط مدل آمادهش خودش رسم شده. برای این کار من میتونم اینو بردارم، فعلا میتونم یک لاین رسم کنم، از بدنه اصلی کابینت استفاده میکنم، لاین، و با اسنپ روشن لاین این قسمت رو میکشم به این صورت و حالا مودیفایر پلاگین سویپ پروفایل رو باز میکنم و یکی از این مدل ها رو انتخاب میکنم. چون سبک ما یک سبک نئو کلاسیکه، طرحهای ساده‌ای مثل این طرح میتونه مناسب باشه. خب حالا ارتفاعش رو تنظیم میکنم، مثلا 10 سانتی متر. حالا با استفاده از مودیفایر میتونم کنترلش کنم که در کجا قرار بگیره. خب یک بار ستون هام رو برمیگردونم که ببینم برخورد کرده یا نه. نه، ظاهراً برخورد کرده مثل اینکه. بله، یه 5 سانت باید پایین تر قرار بگیره. یا میتونیم این بخش رو فعلا بذاریم اینطوری باشه تا بعدا اینم درست میکنیم. حالا برای قسمت پایین هم
همین کار رو تکرار میکنم با استفاده از لاین و اسنپ روشن. روی حالت سوم باید قرار بگیره چون در نمای سه بعدی هستیم. حالا برای قسمت پایین مثلا میتونم از هم مدل فکر میکنم مناسبه، یا میتونم خودم دستی بکشم. از این فعلا استفاده کنم که ببینم چطور پیش میره. خیلی طرح ساده ایه، نمیخوام این مدل رو استفاده کنم. نه، دلیت میکنم، میام توی یکی از نماهای دو بعدی و خودم شروع میکنم که یک همچین طرحی رو ایجاد بکنم. یک رکتانگل در حالت اسپیلاین ها به ابعاد 10 سانت یا بیشتر 15 سانت در مثلا 5 یا 4 سانت ایجاد میکنم فعلا، و با استفاده از مادیفایر ادیت اسپیلاین یا تبدیل به ادیت اسپیلاین میتونم کارم رو ادامه بدم. ببخشید من ادیت پولی زدم، convert to edit spline. حالا با استفاده از ریفاین چند تا پوینت ایجاد میکنم و میتونم حالا یک مربع دیگه رو وارد کنم به ابعاد 4 سانت. کل ورتکس هم در حالت کورنر فعلا قرارشون میدم. یک همچین طرحی فکر میکنم برای کابینت نئو کلاسیک بهتر باشه برای اون قسمت. حالا اسپیلاینم رو که ایجاد کرده بودم انتخاب میکنم، مادیفایر سویپ رو بهش نسبت میدم و اینجا پیک رو میزنم و لاینی که ایجاد کرده بودم. یه مقدار خیلی بزرگه، چیزی که درست کردیم میتونست خیلی کوچیکتر باشه، مثلا در حد 10 سانت در 2 سانت باشه. حالا اینو فعلا 10 در نظر میگیرم و با استفاده از محور ایگرگ فعلا -1 و -1 فکر میکنم بهتره. الان در محور ایگرگ هم نیم سانت و دوباره نیم سانت. میتونستیم کلا اسکیلش کنیم ولی اسکیل برای این کار جواب نمیداد. الان بهتر شد فکر میکنم. یک بار دیگه پیک رو میزنم که مطمئن بشیم. ظاهرا براش مشکل پیش میاد. چرا؟ این مربع کوچیک رو، مربع که دوم رسمش کردیم رو در نظر می گرفت. الان دوباره پیک رو میزنم و اوکیه. میتونم لبه های این رم رو یکم کرو کنم، فیلت بهش میدم در حد مثلا نیم سانت. آره الان بهتره. خب اسموس رو هم بر میدارم، خوبه. دور لایه اکسترا رو خاموش میکنم و ظاهرا دیگه همه چیز
تمومه. حتی میتونستیم پایه های کار رو هم یک طرحی براش در نظر بگیریم که خیلی ساده نباشه، اما خب سلیقه من ترجیح میدم این کار رو نکنم. دوباره برای این قسمت باید رسم بشه که حالا این هم دوباره به تیرها و ستون برخورد میکنه. از همین مودیفایر بهش نسبت میدم. میرور و اوکیه. خوبه، فعلا خوبه. برای اینجا هم باید رسم کنیم. با استفاده از لاین و اسنپ. حالا از همین بهش سویپ رو نسبت میدم. میرور و در این حالت یه خورده میتونم من لاینم رو در ارتفاع بزرگتر کنم، مثلا در حد 1 سانت یا 2 سانت. -2 بهش میدم. بله، بهتر شد. به این صورت. خب تقریبا میشه گفت کابینت به طور کامل کارش تموم شده و حالا میمونه آبجکتی که اینجا قرار میگیره که اونو بعداً درست میکنیم. بریم سراغ طراحی تیوی والمون. خب اگر که من ویدیو رو بیارم که ببینیم، اینجا میبینیم که 4-5 تا پریز قرار گرفته. اینم که شیر گازه، یعنی یه جورایی باید اینجا یک کمد تعبیه کنیم که حالا نمیدونم چی کاری براش انجام بدیم، ولی باید یه جورایی پریزها رو نپوشونیم اما این قسمت رو بپوشونیم، یعنی یه جورایی 30-40 سانت فاصله بگیریم و یه کمد تقریبا میشه گفت تعبیه کنیم براش. خب بریم ببینیم که چی کار باید انجام بدیم. خب اگر که دقت کنیم یه جورایی پریزهای ما خیلی داخل دیوار قرار گرفتن و چسبیده به در نیستن در واقعیت، چون دری که قرار میگیره یا شاید دری که ما قرار دادیم خیلی کوچیکتر از واقعیت بود. من میارم 3D Max رو که بهتون بگم. منظورم این بود که پریزهای ما تقریبا اینجا هستن، اینجا قرار نگرفتن و حالا چیزی که ما در نظر میگیریم فعلا اینه که پریزها همینجا هستن و اون شیر گاز اینجا قرار گرفته، یعنی یه جورایی باید یک حالت کمد اینجا ایجاد بکنیم و البته قرینش سمت چپ هم باید باشه. فعلا آن هاید میکنم لایه اکسترام رو که ببینم چه خبره. این در واقع میخوام تیرهام رو هم برگردونم که سقف رو در نظر داشته باشیم تا چه حدیه. البته بهتر اینه که اول طرح سقف رو اجرا بکنیم که معلوم بشه چقدر سقف پایین‌تر قرار میگیره و بعد این کار رو انجام بدیم. اما خب فعلا تیوی وال رو انجام بدیم و بعدا ادیتش کاری نداره، میتونیم خیلی ساده اونم اوکی کنیم. خب فعلا
یه 10 سانت فکر میکنم از سقف اصلی فاصله باید بگیریم. بله 10 سانت و کار رو انجام بدیم. هاید میکنم دوباره. یه لایه به اسم تیوی وال ایجاد میکنم و شروع میکنم به مدل سازی چیزی که در ذهنم هست. تقریبا از اینجا میشه گفت یک باکس 20 سانتی، حالا یا کمتر، 20 خیلی زیاده، 15 سانتی ایجاد میکنم به عرض 80 سانت فکر میکنم کافی باشه، یا 90 سانت. آره 90 بهتره. به این صورت و دوباره مشابه همین در این قسمت از حالت اینستانس هم میذارم که باشه، که خب در اینجا میتونه بازشو براش قرار بگیره، حتی دو طرف میتونه براش بازشو قرار بگیره و وسایل اضافه هم داخلش قرار بگیره. یعنی میتونیم ضخامتش رو بیشتر در نظر بگیریم که کارایی هم داشته باشه، مثلا 25 سانتی متر و به این صورت. حالا چیزی که من در نظر دارم اینه که اینجا یک ماربل قرار بگیره، سنگ ماربل، و تلویزیون به سنگ ماربل وصل بشه، که حالا متریالش در واقعیت سنگ نیستش، از جنس پلاستیکی به اسم تاپ شیت استفاده میشه و میتونید سرچ کنید در موردش، تحقیق بکنید که بدونین به چه شکله. با اتوگرید روشن یک پلین فعلا رسم میکنم برای زیرسازی کار از یک حالت ترمووود. من دوست دارم که انتخاب بکنم، با استفاده از پلاگین فلور جنریتور میتونم این کار رو انجام بدم. عرض مثلا 6 سانتی متر یا اوکی 6 سانت به این صورت و ضخامتش میتونه 2 سانت باشه، بولش هم در حد مثلا 8 دهم فکر میکنم که اوکی باشه. فاصله بینشونم تقریبا مناسب 2 دهمه و ادامه کار. برای ادامه این ایده‌ای که من دارم، اول این رو هاید میکنم و یک باکس با اتوگرید و اسنپ روشن ایجاد میکنم به این شکل و با ضخامت خیلی کم، مثلا در حد 1.5 سانت. حالا ابعادش رو میتونم الان دستی کنترل بکنم، مثلا 2 متر در 1.80 چیزی که من تو ذهنم هست فکر میکنم. حالا بیشتر 2 متر بهتر باشه. آنهاید میکنم که ترموودم برگرده. اینو میچسبونم به سقف حدوداً در محور Z به این شکل و 10 سانت بهش اضافه میکنم یا 20 سانت، 220 فکر میکنم بهتر باشه. حالا برای اینکه پشتش نور مخفی قرار بگیره، من کافیه که بهش یک ادیت پلی بدم، با استفاده از پلیگان اینجا بهش اینست بدم در حد مثلا 10 سانتی متر یا کمتر 7 سانتی متر و یک اکسترود منفی بهش بدم، ببخشید اکسترود مثبت در جهت منفی x بهش بدم و حدوداً میشه گفت 5 سانتی متر شاید مناسب باشه و این رو میچسبونم به دیوار اصلی. حالا باید فاصلهش بیشتر باشه. من با استفاده از ورتکس ها
این کار رو انجام میدم. به این شکل فکر میکنم مناسب باشه. 1 سانت برمیگردونم عقب. خب خوبه، اوکیه. و حالا تلویزیون روی این متریال سنگ نصب میشه و یک میز تلویزیون هم من دوست دارم اینجا ایجاد بکنم. خودم هم میتونم طرحش رو بزنم، نیازی به آبجکت آماده نیستش. با اسنپ روشن ابعاد اینجا رو در نظر میگیرم و یه مقدار کوچیکتر، مثلا این الان 276، من 250 یا حتی 240 در نظر میگیرم. عمقش رو 50 یا فکر میکنم 50 مناسب باشه. ارتفاعش رو 30 در نظر میگیرم. بله، حتی میتونم ارتفاعش رو کمتر کنم. میچسبونم به ترموودم، حتی میتونم بچسبونم به دیوار که بهتره، چون فضای خالی بین ترموود وجود داره. ارتفاعش رو هم فکر میکنم پایین تر باید باشه. حالا اینو بعدا میتونیم بهش جزئیات بیشتری بدیم. تقریبا به چیزی که میخواستم رسیدم برای ترموود، برای تیوی وال، و فقط میمونه که آبجکت تلویزیون روش نصب بشه. خب من میرم که یک تلویزیون پیدا کنم در آبجکت هام. مثلا این میتونه آبجکت مناسبی باشه و بعدا میتونم از دکوری هایم که قرار گرفته روی میز خودم استفاده بکنم. خب همینو ایمپورت میکنم، از مرج استفاده میکنم که ایمپورت بشه و حالا یه جایی قرارش میدم فعلا خارج از پروژه و فقط از تلویزیون استفاده میکنم. با استفاده از ابزار الاین اول وسط ماربل قرارش میدم و بعد در محور X مین به ماکس میچسبونمش. حالا میتونم در نمای 2 بعدی کنترل کنم که دقیقاً کجا قرار بگیره. یک همچین جایی فکر میکنم مناسب باشه و حالا با استفاده از ورتکس هاش میتونم سایزش رو بزرگتر بکنم. یه مقدار کجه، حالا کج بودنش هم باعث میشه طبیعی تر جلوه کنه، ولی ما مجبور میشیم که این رو برای بزرگ کردن درستش کنیم. خب من میتونم سرچ کنم ببینم که ابعاد واقعی تلویزیون چه ابعادی هستش و براش ابعاد واقعی در نظر بگیریم. مثلا 55 اینچ فکر میکنم که خوب باشه. 68 در 121. حالا خیلی هم دقیق نیازی نیستش، ولی حدودی میتونیم انجامش بدیم. چک کنم دوباره. 68 در 121. تقریبا خودش همین اندازه هست ظاهرا. خب یکی 2 سایز بزرگترش رو من در نظر بگیرم، مثلا 65. 80 در 143 هست. خب
الاین میکنم در x و y سنت تو سنتر که بتونم کنترل کنم. خیلی هم دقیق نیاز نیستش که این کار رو انجام بدیم، همین حدودی کفایت میکنه. حالا بعدا ممکنه برای متریال هاش به مشکل بخوریم، ولی خب متریال خاصی نداره. متریال شیشه برای صفحهش در نظر میگیریم و یک پلاستیک مشکی برای فریم کار. خب حتی میتونستیم یک سایز بزرگتر هم در نظر بگیریم. هشتاد و هفت در 154. برمیگردونم باکسم رو. 87 154. خب به این صورت بهتر شد. اگر که من می اومدم این رو اسکیلش می کردم، خب فریمش هم خیلی بزرگ می شد و فرم جالبی نمی گرفتیم ازش، اما با استفاده از ادیت پلی این کار رو انجام دادم. حالا ممکنه نه هیچ مشکلی هم براش ایجاد نشده. من گفتم که چون حالا در حالت در واقع روتیت قرار داشت، ممکن بود براش مشکلی ایجاد بشه، ولی هیچ مشکلی هم نداره. خب تقریبا کارمون تموم شد با تیوی وال و بریم سراغ مدل سازی دیوارهامون. من میتونم برای اینکه میزم خیلی ساده هم نباشه یک طرحی براش در نظر بگیرم با استفاده از یک ادیت پلی. میتونم ورتکس های اینجا رو یکم بزرگترشون کنم و این وسط رو اینست میدم و خالیش میکنم 1.5 سانت و اکسترود منفی در این حد. البته باید جلوتر قرار بگیره چون تیوی وال پشتش قرار میگیره، از اینجا نباید دیده بشه. خب و حالا از همین آبجکت هایی که برای کابینت استفاده کردیم، درهای کابینت میتونم برای این هم استفاده بکنم. در نمای دو بعدی جاش رو تنظیم میکنم و در نمای روبرو ابعادش رو اوکی تر میکنم. یک کپی از حالت اینستنس به این شکل و حالا اینجا میتونه آبجکت های مختلفی قرار بگیره. برای این قسمت هم من میخوام که از چیزهایی که برای دیوارها استفاده میکنیم، اون گشباری های نئوکلاسیک استفاده بکنم. خب چیزی که من در نظر گرفتم برای دیوارها یک همچین طرحی هستش. حالا طرحهای ساده تر یا طرحهای مثلا این چنینی، دیوارهای نئوکلاسیک که شلوغی خاصی ندارن، ابزارهای خاصی ازشون استفاده نمیشه. حالا در بخش متریال دهی هم میتونیم یک همچین متریالی رو براشون در نظر بگیریم. اگر که باز بشه، من بله یک همچین متریالی رو میتونیم برای اون قسمت های که قاب بندی میشه استفاده بکنیم. این هم یه نمونه تیوی وال هست، میتونستیم از این مدل هم استفاده کنیم.
کلا در پینترست بگردین، طرحهای مورد نظرتون رو ازشون ایده بگیرین، خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. مثلا میتونیم ترموود رو اون سمت هم دوباره تکرار بکنیم، یک همچین فرمی رو ایجاد کنیم. حالا روی یکی از دیوارها، مثلا روی این دیوار میتونیم این فرم ترموود رو تکرار کنیم. خب چیزی که من در نظر گرفتم اینه که اینجا اول من برگردونم ستونامو، این ستونها رو همشون رو توی لایه دیفالت هم قرار میدم دوباره که وقتی اکسترا رو هاید میکنم فعلا داشته باشم. چیزی که من در نظر گرفتم برای این دیوار اینه که خب یک مبل روبروی تیوی والمون قطعا قرار میگیره این قسمت و من میخوام که پشتش رو یک دیزاین براش در نظر بگیریم، در حد اینکه مثلا هم فرم ترموود تکرار بشه داخلش و هم از عناصر دیگه هم استفاده بشه. فعلا فضام رو تقسیم میکنم به چند قسمت، مثلا به این شکل و دوباره ادیت پولی بهش میدم و اینم دوباره تقسیم به 2 میکنم با استفاده از ابزار کانکت. اینم میتونم دوباره، البته دیگه خیلی کوچیک میشه، نیازی به این کار نیست. نسخه کرونا رو وارد میکنم، البته تفاوتی هم نداره چون ما قراره که در واقع عوض کنیم متریالش رو. خب اینجا دوباره برای من مرج شده، دلیتش میکنم و یه جای خارج از پروژه قرارش میدم، ایزوله میکنم و از یکی از این مدل ها میتونم استفاده بکنم. مثلا همین وسطیه فکر میکنم مناسب باشه، این مدل یا این مدل. فکر میکنم که این پشتشه، من بچرخونم. آره فکر میکنم همین مناسب باشه چون این خط اضافه رو داره و من میخوام که طرحمون یه مقدار ساده باشه. خب اینو ایزوله میکنم و با استفاده از مودیفایر اسلایس یک برش ایجاد میکنم و در قسمت اسپلاین ها با استفاده از سکشن سطح مقطعش رو برش میدم. خب کرییت رو میزنم و اوکی. حالا یه کاری به این ندارم، میتونم حتی دیلیتش کنم یا بذار باشه، شاید بعداً بهش نیاز پیدا کردی. خب سطح مقطعی که ساختم رو به صحنه نزدیکتر میکنم و خب F4 رو میزنم که به وایر فریم برگردیم. با استفاده از یک رکتنگل میتونم همین پلینم رو ایزوله کنم چون دیگه کاری به دیوارها زیاد نخواهیم داشت و میچرخونم. با استفاده از یک رکتنگل اینجا رو اندازه میگیرم، اندازه که نه، همین رکتنگل رو رسم میکنم که آماده بشه برای رسم شدن این مدل. سایزش رو دقیق تنظیم میکنم، 70 در این 260 رو من 200 در نظر میگیرم و با استفاده از مودیفایر سویپ پیک رو میزنم و به این صورت. حالا میرور میکنم که برگرده به این صورت، جاش رو درست میکنم فکر میکنم که خوبه به این شکل. همین سایز اوکیه. یه دونه کپی ازش میگیرم
سایزش رو درست میکنم برای قسمت پایینش. مثلا یک همچین چیزی فکر میکنم با سایز 55 مناسب باشه. بله، خوبه، اوکی. میچسبونم به پلین در محور ایگرگ، مین به ماکس، ببخشید محور ایکس ها. خب اوکی، فعلا یه دونم کپی برای قسمت سمت چپ از حالت اینستنس میگیرم. خب میتونم در ارتفاع بالاتر هم قرارش بدم. البته یه لحظه من اکسترا رو آنهایت کنم. بله، خیلی بالا قرار گرفته، چون دور تا دورش باید یک فضای آزاد هم وجود داشته باشه. من همین رکتنگل رو کوچیکتر میکنم، مثلا 1.80 قرارش میدم و اینو یه خورده میتونم بزرگتر کنم، مثلا 60. خب اینو بالاتر میارم تقریبا به اندازه یک مربع. حالا ابعادش رو نمیدونم. اینجا فاصله میگیره از سقف و از دیوار. اینجا هم به همین صورت، همین مربع رو به صورت چشمی در نظر میگیرم، یه خورده بالاتر. خب اینو دیلیت کنم و از همین یک کپی برمیدارم از حالت اینستنس به این شکل. داخل ستون قرار گرفته. خب موو میکنم. خب تقریبا به اندازه همین مربع میشه اینجایی که در نظر گرفتیم. حالا خیلی هم لازم نیست که دقیق باشه. همه اینا رو یک بار ایزوله کنم که جاشون تنظیم بشه. این ستونیه که ما داریم. ما باید این پلین رو کوچیکتر در نظر می گرفتیم. یک بار از اول سایزش رو درست میکنم با استفاده از ادیت پلی. ورتکس هاشو میگیرم و اینجا قرارش میدم. 3 تا کانکت ایجاد میکنم، 4 تا و خوبه. در جای درستش قرار گرفت تقریبا. و یک کانکت به این صورت، یک کانکت هم به این صورت مثل قبل براش در نظر میگیرم و یک قاب بزرگتر این وسط قرار میدم. از حالت کپی هم استفاده میکنم، ایزوله میکنم که جاش رو تنظیم کنم. سنتر تو سنتر در X و Y. حالا با استفاده از میتونستم من یه کار دیگه بکنم. اوکی. خب الاین میکنم فقط در محور Y، سنتر تو سنتر میزنم که ارتفاعم هنوز درست باشه. حالا میخوام که اینو تا کف بیارم، یه ادیت پلی بهش میدم دیگه. با رکتنگل نمیشه دقیق اینو در آورد و این رو هم ایزوله میکنم باهاش که
همسایز با این قاب درستش کنم به این صورت و به این شکل. خب حالا اینجا میخوام دوباره اون ترموود ها رو تکرار کنم، حالا با سایز کوچیکتر شاید. نمیشه گفت ترموود، ولی فرم مشابهی رو میخوام براش در نظر بگیرم. اتوگرید روشن، اسنپ روشن و یک پلین برای زیر کار. به این صورت رسم میکنم. میخوام که تقریبا هم اندازه با قابم باشه. ایزوله میکنم و با استفاده از ادیت پولی اول میخوام که یک بار سیو بگیرم در جهت احتیاط، چون مودیفایر فلور جنریتوری که ما ازش استفاده میکنیم خیلی وقتا باعث میشه که مکستون کرش کنه و صحنتون بپره. توصیه میشه حتما قبل از اینکه استفاده کنید از این مودیفایر و از این پلاگین یک بار صحنه رو سیو کنید. این میتونه تا کف قرار بگیره. فلور جنریت، بله، و خیلی کوچولو در نظر میگیرم من، در حد مثلا 3 سانت، و این بول ها رو بر میدارم، اونم در حد مثلا 3/10 4/10 اوکی فکر میکنم. خب خوبه، یک کپی ازش میگیرم، اول وسط اینا قرارش بدم. میتونیم برای اینکه دقیقاً وسطشون قرار بگیره از یک باکس هم کمک بگیریم. با اسنپ روشن باکس رو رسم میکنم و این رو الاین میکنم در محور X به این شکل. حالا یک کپی از حالت اینستنس و اینا رو ایزوله میکنم و دوباره با استفاده از یک باکس و الاین میتونم این کار رو تکرار کنم. خب تقریبا به چیزی که میخواستم رسیدم. یه مقدار میتونه ضخامتش کمتر بشه، مثلا 1 سانت. اوکی، خوبه. میشه برای این وسط از یک طرح دیگه هم استفاده کرد که تکراری نباشه، ولی خب همینم اوکیه. من ترجیح میدم همین یه دونه رو استفاده کنیم. یه مسئله مهم دیگه که در طراحی های کلاسیک و نئوکلاسیک هست استفاده از قرنیزه که حتما توصیه میکنم شما هم برای پروژه های نئوکلاسیکتون از قرنیز استفاده بکنید. بسیار به زیباییش کمک میکنه و در عین حال نیاز هم هست در واقعیت که قرنیز حتما داشته باشه. من پلانم رو یا ستونامو
انتخاب میکنم و ازوله میکنم و میتونم با استفاده از یک لاین در نمای دو بعدی قرنیزم رو ایجاد کنم. اسنپ رو روی 2.5 قرار میدم و از اینجا شروع میکنم. خب دور ستونام رو براش در نظر میگیرم و اینجا حالا مشکلی نیست، بعداً درستش میکنیم به این صورت و دور تا دور کار. حالا این یه دونه رو تا اینجا فعلا کافیه. کلید 1 رو میزنم که این ورتکس هم درست بشه و با استفاده از همون مودیفایر در واقع پلاگین سویپ پروفایل میتونم یک مدل ساده براش انتخاب کنم. مثلا شاید این بتونه مناسب باشه یا همین مدلی که برای کابینت استفاده کردیم. روی 10 میذارم. اوکی، میتونه ساده تر هم باشه. فعلا همینو میذارم بمونه تا ببینم به کجا خواهیم رسید. خب و دیگه مجبورم اینو بالاتر قرارش بدم، مثلا هم اندازه با قاب ها. خب حالا همه اینا رو هم توی یک لایه دیگه قرار میدم که لایه بندیمون رعایت بشه. یک لایه به اسم لیوینگ روم ما ایجاد کرده بودیم و قرنیز رو هم توی لایه وال قرارش میدم. اکسترا رو دوباره خاموش میکنم فعلا که به ادامه کارمون برسیم. خب در ادامه من میتونم از همین قاب ها با همین ابعاد و اندازه برای این دیوار هم کپی بگیرم، اما این بار نمیخوام این طرح رو استفاده بکنم، طرح حالا اونی که شبیه ترمو بوده. فعلا یک کپی از همون حالت کپی هم استفاده میکنم، ازش میگیرم و اینجا قرارش بدم که یک پلین کمکی براش رسم کنم. این رو هم هاید میکنم فعلا و با اتوگرید روشن یک پلین برای اینجا رسم میکنم. چند تا هم بهش وایر اضافه میکنم که راحت انتخاب بشه. الاین میکنم در محور ایگرگ ها مین به ماکس یا به این صورت. خب حالا انتخاب میکنم همشونو و میرم به حالت دو بعدی.
خب من میتونم اینا رو بزرگتر در نظر بگیرم برای اینکه پوشیده بشه. همین کار رو هم میکنم، یه ادیت پلی به هر جفتشون نسبت میدم و در این محور بهش اضافه میکنم. حالا اینجا اضافه میشه و بعد جای این یکی رو هم درستش میکنیم. خب اینجا چه خبره؟ اینجا فکر میکنم خوب باشه. فعلا میذارم که بمونه. حالا من دوست ندارم خیلی این طرح‌ها تکرار هم بشه. من میتونم همین قاب هایی که ایجاد کردیم رو به سایز اصلیشون برگردونم و هم ترموووده رو فکر میکنم تکرار کنم خیلی جالب تر بشه تا اینکه این طرح‌ها رو خیلی شلوغ و بزرگشون کنم. و اینجا یک پلین دیگه مجبورم که رسم کنم. و از همین مودیفایر اینجا بهش نسبت میدم. یک بار دیگه کارم رو سیو میکنم قبل از استفاده از فلور جنریتور و به این شکل. حالا ابعادش رو باید اوکی کنیم که ابعاد درستی باشه. یه خورده من میتونم مثلا حتی بزرگتر در نظر بگیرم که به این شکل. و اینجا لبه دیوار قرارش میدم. خب اوکی تر شد. حالا من حتی میتونستم این قاب داخلی رو هم بردارم، خیلی نیازی نمیبینم که داشته باشم. اجازه بدین یک کپی از سطح مقطع بگیرم و این روی اصلی اینو برش دارم و ظاهرا تغییر هم نمیکنه و ما مجبوریم این ادیت ببخشید این سویپ رو دوباره پیک بزنیم براش. فکر میکنم که اینطوری خیلی جالب تره، چون الان به طرح خیلی شلوغی تبدیل شده. خب اینا اینستنس بودن، خودش اتومات اوکی شد. فکر میکنم همین سایز کافی باشه، لازم نیست خیلی بزرگ بشه. و یک ادیت پولی که در ارتفاع سایزش رو درست کنیم به این شکل. خب فکر میکنم الان خیلی ساده تر و باحالتر شد. تغییرات رو اینجا هم اعمال میکنم و اینجا
که خب دوباره به هم میریزه و مجبوریم دستی انجامش بدیم. وسط هم قرار نگرفته و با استفاده از یک باکس دوباره اینم اوکی نیست. میتونم اینجا رو بگیرم چون به هر حال وسطش رو ما در نظر میگیریم و در محور X center to center. حالا اینو دلیت میکنم و در ارتفاع سایزش رو درست میکنم. میتونستیم دوباره از این استفاده کنیم. خب خیلی بهتر شد از نظر خودم، حداقل قبلا خیلی شلوغ‌تر بود. حالا برای این قسمت ها از همین طرح دوباره استفاده میکنم یا میتونم از طرح شلوغش این بار استفاده کنم. خب ایزوله میکنم و با استفاده از یک رکتنگل برمیگردم اول و یک رکتنگل به همین اندازه ایجاد میکنم اول و بعد اسکیل میکنم. خب بد میشه ظاهرا. میتونم سایزش رو تغییر بدم، مثلا 290 رو 270 میزنم و 90 سانت رو میتونم 80 بزنم، کمتر 70 بزنم. 270 رو من 260 میزنم، یه 10 سانت هم در ارتفاع بالاتر قرارش میدم که خیلی میشه 5 سانت که بتونم قرنیز رو هم، البته اینجا قرنیز نداشتیم نیازی نبود، همون 270 میذارم که بمونه. سویپ رو بهش نسبت میدم، پیک و اینجا و یه مقدار بزرگتر. با استفاده از الاین درستش میکنم. یک کپی ازش به حالت اینستنس و اینجا الاین میکنم سنتر تو سنتر در محور ایگرگ. تقریبا همون چیزی که میخوام شده. میتونه یه مقدار بزرگتر باشه یا فعلا میذارم به این شکل بمونه که ببینیم بعداً در مرحله رندر به چه چیزی میرسیم. خب یه بار لایه اکسترا رو هم برمیگردونم و یه چرخی در فضا بزنیم ببینیم که به چه صورته. خب اوکیه. آنهاید آل میزنم که تیرها هم برگردن. خب میبینیم که اینجا بازم برخورد کرده به مدل ما. یعنی برای آسونی کار بهتر بود که سقف رو اول مدل میکردیم و بعد ادامه کار رو میرفتیم و الان هم میتونیم همین کار رو بکنیم. برای سقف هم من برنامه خاصی ندارم، قراره که نورهای خطی کار بشه،
پس اول میتونم حتی با استفاده از پلین یک سقف خیلی ساده براش در نظر بگیرم و به این صورت تقریبا. حالا بهتر اینه که جدا جدا این کار رو انجام بدیم، حتی باکس هم باشه بهتره. به این صورت و اینجا هم به همین شکل. خب و حالا میتونم اینجا رو ادیت بکنم. اینستنس هستند، پس یکی از اینا رو ادیت کنم کافیه. میتونم با استفاده از ادیت پالی این کار رو انجام بدم و در محور ایگرگ ها توی نمای دو بعدی پایین تر قرارش بدم. فکر میکنم حدوداً همچین چیزی مناسب باشه. حالا یک بار هم میتونم همراه با باکسم اینا رو کنترل کنم و اوکیه، مناسبه. فکر میکنم که خوب باشه. یه خورده میتونه بالاتر قرار بگیره که اینجا تقریبا. خب خوبه. این لاین ها رو هم من خارج از فضا قرار میدم که چون ممکنه دوباره بهشون نیاز پیدا کنیم و لازممون بشه. همه چیز خوب و اوکی به نظر میرسه. اینجا هم یه چیزی که من دیدم برخورد کرده به قرنیزمون. خب میتونیم قرنیز رو برش بدیم یا ترمو رو برش بدیم که فکر میکنم قرنیز رو ما اگه برش بدیم خیلی باحالتر باشه. ریفاین رو میزنم و اجی که ایجاد میشه رو دلیتش میکنم. حالا دوباره ورتکس اینجا رو میارم و میچسبونم به ترمو به این شکل. خب خوبه تا اینجای کار اوکیه. کل ترمووود رو مدل کردیم، ببخشید تیوی وال رو مدل کردیم و یه قسمتی از دیوارها رو مدل کردیم. میمونه آبجکت های مبلمانی که اینجا قراره گذاشته بشه و من فکر میکنم که بهتر ورودی هم یه مقداری حالا جدا بشه. حالا با استفاده از ترمو یا هر چیز دیگه ای اجازه بدین تست کنیم ببینیم که به چه صورته. اگر که اوکی بود میذاریم بمونه. یه پلین من اینجا باید اتوگرید روشن ایجاد میکنم و بهش فلور جنریتور نسبت میدم. تقریبا روی 15 فکر میکنم مناسب باشه و ارتفاعش رو بیشتر در نظر میگیرم. اکسترود میدم 7.5 سانت حدوداً و فاصله بینشون هم بیشتر در نظر میگیرم، در حدود مثلا به این شکل. فکر میکنم که خوب باشه. خب زیاد جالب نیست فکر میکنم، چون حالا درسته ورودی جدا میشه اما اینجا که مبلمان قرار بگیره زیاد اوکی نیست از نظر من. خب دلیت میکنم. حالا صحبت میکنیم اگر که دیدیم کارفرما اوکی هن یه همچین باکسی رو براشون ایجاد خواهیم کرد.
کلا دیوار مناسب برای تیوی وال اینجا بود. این فکر میکنم خیلی دیوار بهتری برای این کار بود، ولی خب اینجا انتخاب شده. خب به پایان جلسه سوم رسیدیم. یادتون نره که حتما چنل رو سابسکرایب کنید، نظراتتون رو در قسمت کامنت برامون بنویسین، پیج اینستا رو فالو داشته باشین و تا جلسه دیگه بدرود.